30 سال بر زبان جور می آید، اما وقتی که فکر کنید 30 سال یک عمر طولانی است که کشورتان را آباد نگه داشته، این سخت است. رئیس جمهور ما یک رئیس جمهور فراری بود. این برای ما دردآور و شرمناک است که این حرف را خود یک افغان میگوید. من به صفت یک افغان امروز معلوم نیست که تابعیت من چیست، بیرق من چیست، اسم من چیست، هویت من چیست. شما ممنون و سپاسگزار کشور عزیزتان تاجیکستان، پرزیدنت محترم جناب عالی امام علی رحمان باشین که هویتتان به نام تاجیک معلوم است. رسیدیم به سرجوانان. جوانان بدخشان همه درخشان است. پیروان رودکی و سامانی هستید. همه ای را بدانید. شما نسل‌های آینده هستید. شما قدر خود را بدانید. قدر وقت را بدانید. قدر زمان را بدانید. اگر امروز همه تاجیک تبارا فعلا اینجا هستند، از برکت پرزیدنت جناب عالی امام علی رحمان هستیم. ممنونش باشین. قدرش را بدانید. من به صفت یک نسل جوان واقعا متاسف هستم که درباره کشورم چنین میشنوم که ما یک کشور جنگ زده هستیم. طفل حق تحصیل ندارد. زمانی که ما بزرگ شدیم در یک جنگ بزرگ شدیم. دیدگاه ها خیلی فرق میکنه. همه افغانستان را یک کشور جنگ زده میبینه. من به صفت یک افغان خیلی برایم دردآور است وقتی این حرفا را برای شما بیان میکنم. اما خواهشاً جوانان عزیز، قدر رئیس جمهورتان، قدر کشورتان، قدر مردمتان، قدر اتحاد و همبستگیتان را بدانید. امروز اگر شما اینجا هستید از برکت جناب عالی پرزیدنت امام علی رحمان است. مهمتر از همه چی در یک فضای آرام درس میخوانید. آزاد سخن گفته میتونید. آزاد حق دارین بگردین. آزاد میتونید در کنار فامیلتان بشینید. از ما وقتی که یک کودک متولد میشود بسیار بسختی است که اگر پدر خود را ببیند جلوی چشمانش پدرش را میکشد. این بسیار برای ما دردناک است. من خواهشاً ازتان میکنم که قدر وقتتان را بدانید. وقت لاست. هر وقت بر نمیگرده جوانان عزیز.